خب در نرمش های قبل ما سعی داشتیم که با حرکات و نرمش هایی که در حین دویدن جریان خونمون رو بالا ببریم و دمای بدنمون رو افزایش بدیم. خب الان سعی داریم که در نرمش هایی که در ایستادن انجام میدیم بیشتر به سمت چرخش مفاصل این نرمش ها رو انجام بدیم که این منجر بشه تا عضلات و تاندون ها و لیگامن های ما گرم بشه و ما با استفاده از ضربه و شوک های ملایمی که وارد میکنیم این کار رو انجام میدیم که خیلی دقت کنید که این نرمش ها همشون منجر به دیرتر خسته شدن شما و به خصوص کاهش آسیب در حین حرکات ژیمناستیک میشه. خب بریم. هر حرکت رو بین 8 تا 10 تا میتونید 8 تا 10 شماره میتونید انجام بدید. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 خب 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 برعکس 1 2 3 4 5 6 7 8 دقت کنید که سعی کنید که دستتون رو خم نکنید برای این چرخش های مفاصل، چون در این رشته ژیمناستیک ما برای زیبایی و همچنین کشش بهتر عضلات ما بهتر هست که دست هامون، پاهامون در اکثر حرکات که به مرور بهتون میگم صاف باشه، کامل مفاصلتون صاف و کشیده باشه. خب دست ها باز، 1 2 3 4 کمرمون رو گرم کنیم و ستون فقرات 7 8 خب 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 خب 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 دقت کنید که من با این ضربه هایی که میزنم در واقع دارم کشش های پویا رو کار میکنم. ما در ابتدای تمرین نمیتونیم از کشش های ایستا و طولانی مدت استفاده کنیم و نگه داریم و اون نوع کشش رو میتونید شما در پایان تمرین داشته باشید. حالا به دلیل چیزهایی که بهتون به مرور میگم که چرا ما باید کشش پویا رو در ابتدای تمرین داشته باشیم و کشش ایستا رو در انتهای تمرین داشته باشیم. خب چرخش کمر 1 2 3 4 8 برعکس 1 2 3 6 7 8 2 3. خب حرکت بعدی روی پای راستتون ضربای کوتاه رو و شوکای کوتاه رو داشته باشید. 4 5 6 7 8 هرچی سر پنجه پاتون به سمت داخل باشه بهتره. 1 2 3 7 8 خب این پا 1 2 3 4 5 6 7 8 مهمترین نکته تو این حرکت اینه که بتونید سینه و شکمتون رو به رون پاتون نزدیک بکنید. خب وسط 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3
6 7 8. خب حرکت بعدی، این حرکت رو حتما انجام بدید که خیلی کمک میکنه وقتی میخواید پا باز برید بهتر گرم شده باشید. 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 4 5 6 7 8. خب بریم روی پای راست. دقت کنید پای چپمون کاملا کشیده است و میتونید با کمک آرنجتون پای راست رو بیشتر باز بکنید. خب 7 8. 1 2. رو به جلو و همونطور که میبینید پای جلومون خم هست و داریم عضلات راست رانیمون رو میکشیم. 1 2 3. باز هم شکمتون و سینه‌تون رو به رون پاتون نزدیک کنید. 7 8. خب حرکت بعدی، پا رو به این صورت باید شما از پهلو زانوتون رو خم کنید و به سمت زمین نزدیک کنید تا عضلات سرینیتون خوب کشیده بشه. این عضلات سرینی. خب برای اون پا تکرار کنیم. شما به مرور باید این نرمش ها رو حفظ کنید و به سمت حرکات برید که دیگه نیازی نباشه مدام از گوشی یا لپتاپ این نرمش ها رو نگاه بکنید. 2 4 5 6 7 8. پای جلو صاف. 1 2 3 4 5 6 7 8. پا از پهلو زانو خم بشه و به سمت زمین نزدیک بشه. 7 8. خب به این صورت بشینید و یه دست جلو به صورت ضرب در